اگه وقت نداری کتابایی که بهت معرفی کردم و بخونی، حداقل فیلمشو ببین. تو ویدیوهای گذشته دنیای کتابای 1984، بیگانه و گتسبی بزرگ رو براتون تعریف کردم. حالا میخوایم ببینیم چه فیلمایی بر اساس این سه تا کتاب ساخته شدن و کدومشون ارزش دیدن دارن. فیلم‌ها رو معرفی میکنم و آخرش هم پیشنهاد خودمو میگم. اولیش 1984 ساخت سال 1956 که فضای فیلم خیلی سرد و خشکه و روایتش هم ساده و مستقیمه. نسخه بهترش فیلم 1984 ساخت سال 1984 که نسخه وفادارتریه به کتاب و از IMDb هم نمره 7.1 گرفته. فیلم بعدی فیلم تعادل با بازی کریستیان بیله که یه برداشت بیشتر اکشن از این دنیاست و جامعه‌ای رو به تصویر میکشه که توش احساسات ممنوع است، ولی منتقدا خیلی از این فیلم خوششون نیامده. البته از IMDb نمره 7.4 گرفته. فیلم بعدی وی فور وندتا ساخت سال 2005 که از IMDb نمره 8.1 گرفته و با بازی درخشان ناتالی پورتمن داستان یه مرد نقاب به صورته که علیه یه دولت سرکوبگر قیام میکنه. این فیلم کاملا منطبق با کتاب نیست ولی خیلی شبیه دنیای این کتابه. فیلم بعدی زندگی دیگران ساخت سال 2006. این فیلم نشون میده چطور زندگی مردم زیر شنود و نظارت پلیس مخفی جریان داره. از IMDb نمره 8.4 گرفته. بازی‌ها و شخصیت‌ها فوق‌العاده‌اند و احساسات بیننده رو واقعا تحت تاثیر قرار میده. کتاب بعدی کتاب بیگانه آلبر کاموه. من تو این بخش خیلی معطلتون نمی‌کنم چون فیلماش به کیفیت کتابش نیستن. فقط بگم که دو نسخه ازش ساخته شده، یکی بیگانه سال 1967 و بعدی بیگانه 2025. کتاب سوم گتسبی بزرگه. یه فیلم ازش سال 1974 ساخته شده اما نسخه بهترش مال سال 2013 است. از IMDb نمره 7.3 گرفته و با بازی لئوناردو دیکاپریو و توبی مکوایر طراحی صحنه و جلوه بصری خیره کننده‌ای داره و دنیای لوکس گتسبی رو زنده میکنه. اما انتخاب من بین این فیلم ها. تو رده سوم گتسبی بزرگه. فضای ساخته شدن فیلم و بازی‌ها تونسته حس کتابو منتقل کنه و ارزش دیدن داره. رده دوم وی فور وندتا. این فیلم یه ترکیبی از هیجان و فلسفه و پیام انسانیه که هر بیننده‌ای رو به فکر فرو میبره. داستانش خیلی جذابه و توصیه میکنم حتما این فیلمو ببینید. اما اگه بخوام فقط یه فیلم از بین این فیلم‌ها توصیه کنم، قطعاً اون زندگی دیگرانه. چون این فیلم خیلی آروم نشون میده که قدرت سیاسی چطور میتونه تا خصوصی ترین لایه‌های زندگی آدمو نفوذ کنه و داستان وجدانیه که تو دل همون سیستم بیدار میشه. حالا انتخاب با شماست. خوشحال میشم که نظرتون رو تو کامنت ها بگین.